چی شد؟ حواست کجاست؟ خدا چه طرز رانندگی؟ آقا به خدا من اصلا نفهمیدم چی شد. آقا به قرآن تقصیر این تاکسی است. ببینید کجا وایساده. آقا ببین چی کار کردی؟ یه نفر از زیر پل اومد بیرون، زدم رو ترمز. دروغ میگم خانم؟ آقا اینجا جای مسافر پیاده کردن آقا. من نگه داشتم به خاطر آدم مسافر یهو پیاده شد. این همه جا مجبور نبودی بزنی به اون که اینجا 18 چرخم رد میشه. دیدی؟ تازه بعد اینکه تو زدی به این مسافر من از ماشین آقا پیاده شما شد. که دیدی این ور ماشین پارکه. چه زده اون ورتر نگاه نداشتین؟ آخه نمیدونستم شما پشت فرمونی. تو این خیابونم 180 تا مجاز نیسته. باشه پس صبر کن تا افسر بیاد. خانم جون از پشت زدی مقصری. آقا وایسا شما حتی برمی‌دارم ها. تو زدی به اون اونجا، چه ربطی داره به من اینجا؟ آقا نرو شما حتی برمی‌دارم. بردار حتما، تازه میتونی حفظش هم بکنی. رونده. آقا شما مقصری برای وایسی. آقا نرو. آقا رفت. به اون چه ربطی داره؟ اینجا 4 تا ماشین رد میشه. خب راهنما نصد یهو ترمز کرد. آدم تو این خیابون با اون سرعت رانندگی میکنه؟ اون سرعت کنم 50 60 بیشتر نبود سرعتم. باشه منم خرم. جنبه نداری سرعت ضبط انقدر زیاد نکن. شما چرا همه چیز الکی بهم ربط میدین؟ الکی؟ تو گواهینامه داری؟ یه لگن برداشتی افتادی تو خیابونا پی 2 روز نیست خریدمش. خیلی خب آقا من مقصرم. حالا زنگ میزنیم افسر میاد. افسر میاد پول تعمیرشو میده. موقع فروش ماشین تصرفی نصف قیمت هم نمیخرنش. من نمیدونم چی بگم. فقط میدونم باید همچین موقع زنگ بزنی افسر بیاد. آفرین بلدیا. شما همینجا خوردیم به هم؟ ما به هم نخوردیم، این خانم اومده از پشت خورده. مطمئنی همین ماشین اومده زده به اینجا؟ من مطمئنم است که شما مطمئن نیستی. خب لال که نیستی حرف بزن دیگه. من که گفتم این اومده زده به این، بعد چراغ خودش نشکسته اما ستون این کج شده. این چی؟ ستون ماشین من کج شده؟ ببین درستش کن جناب سلام، من کجا بدم چرا این چراغش نشکسته؟ به امام حسین قسم، من امروز عروسی داداشمه. اومدم ماشینو بدم به دومات. اینجا پارک کردم، پیاده شدم، بعد این اومد زد. چرا چیزی نمیگی؟ بابا 10 نفر شاهدم، به خدا همه تصادفو دیدن. همین یکیش نگهبان دستشویی باغبون پارک. بذار من برم صداش کنم. ول کن نمیخواد بری. الان مأمور ارشد هم میاد وضعیت رو بررسی میکنه. من دیگه باید برم. شما بگیشون جلوی مشکلتون رو. اون الان میرسه. آقا شما بهش میگین تصادف ساختگیه؟ اون خودش 1000 تا از این تصادفا دیده. خودش تشخیص میده. ان که من اشتباه کنم. جناب سروا مدارکم. افسر موافقم براتون میاره. خب سربازی حرفت بالا نداره. وگرنه با این تشخیصات مردم بدبخت میکردی.